روی زمان‌بندی‌هایی که اداره مهاجرت گفته خیلی دقیق برنامه‌ریزی و حساب نکنید، چون ممکنه پرونده شما اصلا با اون زمان‌بندی‌ها جور در نیاد. مریم و دخترش اومدن کانادا، درخواست پناهندگی دادن، درخواستشون قبول شد و اپلیکیشن پی‌آر بهشون گفتن حدوداً 2 ساله انجام میشه و مریم برنامه‌ریزی کرده بود که همسرش رو که این مدت ازش دور بوده بعد از 2 سال میبینه و همسرش به کانادا میاد. ولی پرونده پی‌آرشون حدوداً 4 سال طول کشید و اون 2 سالی که اضافه بر اون تایمی که مریم حساب کرده بود طول کشید، باعث شد که خیلی توی زندگی زناشوییشون تاثیر بذاره، خیلی درگیری‌ها و مشکلات بین مریم و همسرش به وجود بیاد. فرزندش از لحاظ روحی خیلی به خاطر این دوری از پدر آسیب ببینه. در نتیجه ما باید خودمون رو آماده بکنیم که اون طبق اون زمانبندی که اداره مهاجرت گفته پرونده ما طول نکشه و شاید خیلی بیشتر از اون طول بکشه و ما این آمادگی رو داشته باشیم که خودمون رو برای اون بازه زمانی طولانی‌تر آماده کرده باشیم و بتونیم با اون سختی کنار بیایم. شاید اگه مریم روش پناهندگی رو انتخاب نمی‌کرد و یک مقداری زمان میداد و خودش رو برای روش‌های دیگه آماده می‌کرد، شاید همسرش رو در بازه زمانی خیلی کوتاه‌تری میتونست به کانادا بیاره. در نتیجه قبل از اینکه خیلی سریع تصمیم بگیرید هم بهتره که با دقت به اون راهی که دارید برای خودتون انتخاب می‌کنید فکر بکنید و ریسک‌هاش رو کاملا بررسی بکنید.